آقا بهرامم رسید با دست پر از اینا. خب بعد یه خستگی بریم یه کمی شربت آلبالو بخوریم. هم از سیپا میخوام یه کمی زردچوبه بخرم. سلام به دوستای گلم، امیدوارم که هر کجای دنیا هستین حال دلتون عالی باشه. امیدوارم که تنتون سالم، لبتون خندون باشه کنار عزیزان. یه سلام ویژه به دوستایی که تازه وارد کانال ما شدن. ممنونم از حمایتاتون. مرسی که با کامنت های زیباتون بهمون نیرو میدین، بهمون قوت قلب میدین که کارامونو ادامه بدیم. ممنونم از همتون. امروز ولاگمون ولاگ روزمرگی هست. میخوام خونه رو یک کمی تمیز کنم. صبح آقا بهرام شیشه لوسترها رو در آورد. بعد الان من میخوام اونا رو بشورم. بعد فردا میخوایم بریم کلیبر. بعد بچه های داداش احمد و رامین اونجا هستن. کادو درست کنم ببرم، خیلی دوست دارم. بعد خب دیگه امروز میخوام با این ولاگم منو همراهی کنید. ممنونم از حمایتاتون. بریم که کارامونو شروع کنیم. خسته نباشی دلاور. مرسی پهلوان. خب من میخوام از اینجا شروع کنم. کلا اینا رو بشورم و خشک کنم. بعد میوه ها و کلا هرچی دیگه تو خونه هست. این چند روز که پنجره ها رو باز کردیم همه جا رو کلا گرد و غبار برداشته. حالا میخوام برم اینا رو تمیز کنم. با من همراه بشین. خب بریم که از این میوه ها شروع کنیم. میوه های مصنوعی وقتی که در پنجره رو باز میذاری دیگه مجبوری هر از گاهی اینطوری گردگیری کنی، یا باید گرما رو تحمل کنی یا باید دست به چنین کارهایی بزنی. خب ما هم کولر نداریم، برای همین مجبوری پنجره ها رو باز کنیم. همه این ظرفا رو شستم. بریم سراغ یه نهار که آقا بهرام رفته بستان آباد تا بیاد. میدونم که نهار میخواد. اینم یه گل زیبا که هنوز باز نشده. آقا بهرامم رسید با دست پر مثل همیشه. دستت در نکنم از اینا. خب بعد یه خستگی بریم یه کمی شربت آلبالو بخوریم. خسته نباشی پهلوان. ازت چسبید ولی هوا خیلی گرم بود. من رفتم که بعد از ظهر کار داشتم زودتر بیام، نتونستم آبیاری کنم. دوستانم گفتن شما برید، ما به جای شما آبیاری میکنیم. دستشون درد نکنه. هوا امروز خیلی گرمه واقعا. همینطور اینجوری گرم ندیده بودم. ولی دیگه عجب شربتی. نوش جونت. بعد اون همه خستگی
آقا بهرام رفته بود باغ. اینم از سیب و آلوچه های آلو. البته آلوچه نیستن، آلو یه هستن. درخت سیب چیدم بقیهش موندن. اونم رفتیم کلی و جشن میریم میچینیم. باشه یواش یواش میفته پای درخت. اینا رو میدیم آقا جون ببره واسه بچه ها الهه و بچه ها. ما دیگه میریم اون یکی ها رو میچینیم. بعد از وقت محلم میبریم ولی اینا رو بدیم بعد. آره واسه محله بعدم میدیم. آره رو بفرستیم برای بچه ها، واسه خودمونم میریم بعدم میچینیم. اینجام که گلا رو شستم آبشون بره، بعد بذارم سر جاشون. خب دوستان عزیز، من تقریبا 50% از کارامو انجام دادم. الان میخوام برم پیاده روی. بعدی که پیاده رویامو کردم و تموم کردم میام یکی کارامو انجام میدم تا کارام تموم بشه. فعلا با من همراه بشین بریم شاهجولی به قول خودمون. دوستان عزیز، من رسیدم شاهجولی. بعد هوا خیلی خنک شده نسبتاً به ظهر، خیلی هم شلوغه چون پنجشنبه هست. برم یه دور اون استخر رو بزنم، بعد بیایم بریم خونه. Biri Şirazlı, biri Lale'den. Zahamoğlu. بخشیم تخم کشیش تره خانم، تخم کشیش این یک دونه الوتو مخمانه لطفه دا کم کن تخم کشیش بردارم. یه الوتو مخمانه خوبی برده. میخوام یه کمی زردچوبه بخرم، گفتم که آسیاب کنه ولی حاضری دارم. خب از این لطف کنید دیگه.
دستتون در نکنه. دستم از این برگ بوها میخوام بردارم. Herkes çalışmış dersini yaptı. مرسی. Size de şans olsun. تشکر. Gelin kahvenin önüne oturuyor. Hanımlar çıkarı var. Bu sene. Servis hafta. Babasının sözünü de bilmiyorum aracı. با آفتاب گرده میفروشم. خب دیگه من 1 ساعت پیاده رویمو تمام کردم. الان میخوام برگردم خونه. هوا خیلی خوبه. جای اونایی که تو منطقه گرم هستن واقعا خالی. جای همه عزیزان خالیه. تو تبریز هوای خنک. بعد اینکه از پیاده روی برگشتم حالا میخوام شیرینی میکادو که فردا رفتیم آماده بشه. برم گذاشتم کره آب بشه. دوستای عزیز بریم با هم این میکادوهای خوشمزه رو آماده کنیم برای فردا. اگه خواستین درست کنین تو ویدیوهای قبلی طرز تهیهش هست، حتما برین نگاه کنین. خب میکادوها حاضر شدن. 2 تا لایه 5 تایی کردم. الان میخوام اینا رو بذارم یخچال 3 ساعت بمونه کاملا خنک بشه، سفت بشه. بعد بیارم با کرم شکلات روشون رو تزیین کنم. تقریبا کارامون تموم شد. الان میخواییم کف آشپزخونه رو بشوریم و تمام. هم بردار بهرام. خب آشپزخونه هم تموم شد. آقا بهرام خسته نباشی. اینم از بنماری شکلات. حتما روغن مایه بزنین که وقتی که میخواد به بنده نشکنه. اینجا شکلات سفیده.
خب دوستان عزیز، من تقریبا همه کارامو تموم کردم. یه ساعت 1 شبه. الان میخوام این افاده ها رو برش بذارم تو سینی. دیگه کارا تمام. مرسی که تا آخر این ولاگم با من بودین. ممنونم از نگاه های زیباتون. همتون رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. میذارم فریزر. بندم هر وقت دلش خواست بخوره. و این هم یکشو میبرم اونجا، شاید عمو عمه بدن و به یکی هم برای مامان و بچه ها.